بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، درس تجوید را از کتاب تجوید نوین دوام می‌دهیم و موضوع امروزه مخرج حرف ها. مخرج چیست؟ مخرج در لغت برآمدگاه را گویند، یعنی آنجایی که از آنجا حرف میبراید، حاصل می شود. در اصطلاح علم تجوید این مکانی به وقوع آمدن آواز حرف را گویند و آنها 5 تا می باشند، یعنی 5 مخرج اساسی است. یکم جوف، خالگی دهان، در رسم ببینید خالگی دهان را جوف. دویم حلق، در رسم ببینید. سیوم زبان، ببینید در رسم. چهارم لبها و پنجم خیشوم یعنی دماغ، ببینید. همه حرف های زبان عربی از این 5 مخرج حاصل می شوند. اکنون هر یک آن را در علاهیدگی دیده می براییم. یکم جوف یعنی خالگی دهان. جوف در لغت به معنای خالگی می آید. در اصطلاح علم تجوید خالگی درون حلق و دهان را گویند. از این مخرج حرف های مدی می برایند که آنها الف پیش از آن فتحه آواز ا را دارد، واو پیش از آن ضمه آواز او را دارد و یای پیش از آن کسره آواز ای را دارد. شکل زبان در حالت تلفظ حرف های مدی چنین می باشد. این در حالت الف مدی ا، این در حالت واوی مدی او، لبها به پیش برآورده گرد کرده می شوند، و این در حالت یای مدی ای. حاضر در پایان پرتر دیده می برایم. مثال های الف مدی، واوی مدی و یای مدی و شکل زبان ببینید. یکم هنگام تلفظ الف مدی و فتحه دهان پره گشوده می شود. مثال ها ب ببینید دهان را. ب شکل زبان چنین است. ب دهان را می کشیم. اگر دهان را پره نکشودیم آواز نادرست خارج می شود. ب دهان را می کشیم. ب. دویم هنگام تلفظ واو مدی و ضمه لبها گرد کرده به پیش برآورده شده و یکدیگر نمی رسند. مثال ها بو شکل زبان را ببینید. بو قفای زبان به بالا برداشته می شود و لبها گرد کرده به پیش برآورده می شوند. بو. اگر لبها را به پیش نبراریم آواز نادرست خارج می شود. ب ببینید حرف ا در زبان عربی نیست. بو لبها را گرد می کنیم. و سیوم هنگام تلفظ یای مدی و کسره جاغ پایان پس شده مابین زبان به طرف کام برداشته شده به کام نمی رسد. مثال ها بی شکل زبان را ببینید. بی بین زبان به بالا برداشته شده و جاغ پایان به پایان پست کرده می شود. بی. اگر جاغ را پایان نکنیم ب آواز نادرست خارج می شود. بی. این از طرز درستی تلفظ حرف های مدی. اکنون در پایان مثال های این 3 حرف را خوانده می براییم. ب دهان گشوده می شود. ب تا س. سری زبان را در بین دندان ها می گذاریم. س مخرج حرف ث. صا ضا طا. و مثال های واو مدی.
بو. لبها گیر کرده به پیش برآورده می شوند. بو. تو. ثو. سو. ضو. طو. مثال های یای مدی جاغ پایان به پایان کشیده شده بین زبان برداشته می شود. بی. بی. تی. سی. سی. دوی. توی. میگذاریم به سوال ها برای سنجش. یکم، مخرج در لغت چی معنا دارد؟ سوال دوم، مخرج در اصطلاح چی معنا دارد؟ سوال سوم، مخرج حرف ها کدام هایند؟ سوال چهارم، جوف، خالگی دهان، مخرج کدام حرف هاست؟ پنجم، مخرج حرف الف مدی را بیان کنید. ششم، مخرج حرف واو مدی را بیان کنید. هفتم، مخرج حرف یای مدی را بیان کنید. و وظیفه خانگی موضوعهای گذشته را و مثالهای حرفهای مد را حداقل 3 مراتب خوانید و جایهای اساسی آن را در دفتر کاری خود نویسید. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.